سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما. اسمت محسنی هستم، اهل افغانستان. دوستان عزیز، من امشب خواستم یک درخواست خیلی بزرگ از شما بکنم. من نوعی چنل یوتیوب ساختم و در صفحات فیسبوک هم جوری بعضی از مواقع ویدیوهای چیزی پست میکنم. امشب میخوام از شما یک مشاوره بگیرم. اگر بتوانید با ما همکاری بکنید و من این مشاوره بدین که من چی کار باید بکنم، چطور باید پیجمو رشد بدم و پیجمو بتونم به اکثر حد درآمد برسونم، چطور کانال یوتیوبم رو پیشرفت بدم و در چه زمینه‌ای باید فعالیت بکنم. زمینه آموزشی، شبکه‌های خنده، نمیدونم و غیره. میتونید در این باره مشاوره بدین، خیلی ممنون میشم. و همچنان اینکه چی ترفندهایی رو به کار ببندم تا پیجم رشد بکنه و اینه که به قیافه من، به تیف من، به صدای من چی رشته‌ای خوبتره، باید چی کاری رو باید انجام بدم. مثلا اخبار بگم، گزارشگر اخبار باشم یا ویدیوهای آموزشی. نظریتتون رو بگین، من با مشاوره شما و نظریات شما خیلی نیاز دارم. و اینکه حتما به من اینو بگین. من شما نمبر واتساپ رو گذاشتم و من مستقیم میتونید با واتساپ مسیج بدین. خیلی شما تشکر میکنم، هم زبانهای عزیز، فارسی زبانهای عزیز و کسانی که غیر فارسی زبان هستند و زبان فارسی رو میفهمند. از همه شما عزیزان، دوستان عزیز، خواهش میکنم به من در این راستا لطف بکنید و کمک بکنید. من خیلی به کمک شما و همکاری شما نیاز دارم. تقریبا 2 هفته میشه که پیج یوتیوب ساختم و در این زمینه خیلی هم مهارت ندارم و نوپا هستم. و از جمله اینکه